سلام بچه‌ها، امروز قراره با هم دیگه بریم یه جای متفاوت و جذاب. با ون میخوایم بریم خانوادگی. منم به شما خیلی خوش میگذره. بزن بریم. نمیدونم ولی من دلم میخواد برم یه ماه تعطیلات. خیلی خوب، ما رسیدیم و به موقع هم رسیدیم. لیدرمون مادر شوهرمه، گوشمون رو نکرد. اینم ون خوشگلمون، قراره با این بریم. اومدیم تا وسط های راه گوشمون میخوایم بریم سرویس. آفرین. بین راه گشنمون شد دیگه، گفتم یه دونه تخم مرغ بزنم. بالاخره بعد از 3 ساعت تو راه بودن رسیدیم به مزرعه گل‌های نرگس. این گل خوشگلم برای شما. اینقدر که این گلا بوی خوبی میدن که اصلا باور کردنش سخته. یعنی بوی زندگی میدن، بوی بهشت میدن. حتما بیاید یه سر بزنید. ما از مزرعه اومدیم بیرون و اومدیم اینجا که غذا بخوریم. به به. داری فیلم می‌بینی؟ سر داره فیلم می‌بینه. دیگه ما داریم آقا چه حال کنم. کدوم می‌رسیم؟ الان می‌خوایم بریم کجا؟ خونه. بریم خارج. شکر ما صحیح و سالم رسیدیم خونه و این سفر یه روزمون تموم شد. حالا میخوام که گلای خوشگل و خوشبومو بذارم توی گلدون و بذارم روی میز. اینم از گلای خوشگل و خوشبوی من. گلا رو گذاشتم تو آب، حسابی شاداب شدن. بوشون تو کل خونه پیچیده.